فقط اندازه 2 دقیقه ازت زمان میخوام تا این کلیپ رو تا آخر ببینی. چرا نباید تو قطب جنوب بگردیم جلوتر بریم؟ به خاطر که اونجا درگاه وصل شدن به جهانهای اضافه است، اکسترا ترستریل، زمینهای اضافه، ملحقات زمین، اکسترا ترستریل. انقدر زمین بزرگه اگر ما بخوایم همه سطح رو، چون من زمین رو همین تیکه میدگارد میدونم، اگر غیر از میدگارد بخواید زمین رو حساب بکنید زمین خیلی بزرگه. دلیل اینکه من میگم آگاهی ها رو کنترل میکنن، نمیذارن حقایق نشر داده بشه، چرا تور گردشگری برای بیابونای کالاهاری میذارن ولی برای قطب جنوب یه تور گردشگری نمیبره ادامه قطب جنوب، نه این لب ساحل اول بسم الله رو نمیگم. اینی که مهدی میگه آگاهی در زمین محدوده، به خاطر اینکه تو برده بمونی، درون زندان بمونی. میدگارد زندانه، این تیکه وسط مرکزی که اسمش زمینه زندانه. به در خروجی که نزدیک بشی جلوتو میگیرن، همونجور که خیلی از محققین خواستن وارد قطب جنوب شن و برن جلو، زدن کشتنشون. چه پولدارهایی که با هلیکوپتر با هواپیماهای شخصی رفتن سمت قطب جنوب با اسلحه‌های پیشرفته لیزری زدن هواپیماشونو. چرا بشر باید تو همین میدگارد وسط بمونه؟ چرا نباید قطب جنوب رو بره بگرده؟ آقا مگه آزادی نیست؟ خب بذارید از درب زندان اون طرفترم ما ببینیم دیگه، مگه ما آزاد نیستیم؟ این اون چیزیه که در آخر از زمان مردم رو به قیام وامی داره. آگاهی مقدمه آزادیه.